سلام دوستان، به این ویدیو خوش اومدین. توی این ویدیو قراره که تجربه سفرم به کاستاریکا رو با شما به اشتراک بذارم و چند تا از جاذبه‌های گردشگری این کشور رو با هم مرور بکنیم. بالای درخت‌ها این شانس رو دارید که این حیوان بامزه به نام اسلاث یا تنبل رو ببینید. از دیدن مرغ مگسخوار و توکان هم غافل نشید. تو این سفر 5 روزه من به دیدن چند جا از جمله آبشار لاپاز، آتشفشان آرنال، پارک سلواتورا، پارک مانوئل آنتونیو و آتشفشان لاپاز رفتم. اینم بگم که دیدنی های کاستاریکا به این 5 محدود نمیشه، جاهای زیبای دیگه ای هم هست. اینا جاهایی بودن که نسبتاً تو فاصله معقولی به شهر سنخوزه بودن و میشد اونا رو با تور رفت و به همین دلیل انتخاب من بودن و توی این ویدیو با شما به اشتراک میذارم. اولین جایی که ازش بازدید کردم آبشار و باغ لاپاز بود، تو حدود 1.5 ساعت شهر سنخوزه. اگر با تور به این آبشار میرید احتمالش هستش که تو این مزارع قهوه یه توقف کوتاهی داشته باشن تا شما دونه های قهوه رو از نزدیک لمس کنید و اگر میخواید سوغاتی قهوه بخرید این امکان رو داشته باشید که اونو از این مزارع تهیه بکنید. داشتن چتر یا یه بارونی هم همراهتون بد نیست، چون ممکنه روز آفتابی شروع بکنید ولی وقتی جایی که میرید هواش کاملا متفاوت باشه با شهر سنخوزه. خب اینجا ورودی مجموعه هست. قبل از دیدن آبشار این فرصت رو دارین که بتونید چند پرنده و حیوان رو تماشا بکنید که بهتون پیشنهاد میکنم حتما این کار رو بکنید چون واقعا زیبا هستن. اولیش این توتیای خوش رنگ بودن به نام اسکارلت ماکاو. و توکان با این منقار بسیار زیبا و خوش رنگ. و اسلاث که اونو قبلا تو انیمیشن زوتوپیا فقط دیده بودم ولی خب الان تونستم برای اولین بار از نزدیک ببینم. تو ادامه سفر 1-2 جای دیگه هم اسلاث رو دیدم که ازش ویدیو گرفتم. بهتون پیشنهاد میکنم با من همراه باشید تو ادامه ویدیو. و البته ظاهرا تو فارسی بهش میگن تنبلی ولی من قبلا نشنیده بودم. اگر اسم مناسب تری داره لطفاً بهم بگید.
و مرغ مگسخوار یا هامینگ برد، این پرنده رو من بار اول اسمش رو وقتی یه بچه 8-9 ساله بودم توی کتاب به من بگو چرا راجبش خوندم و برام جذاب بود. این پرنده‌ای که مثلا میتونه در ثانیه 60 بار بال بزنه چجوری میتونه باشه؟ هیچ وقت فکر نمی‌کردم نزدیک ببینمش. حتی این بار دومی بود که میدیدم. بار اول توی شمال ایالت نیویورک باش برخورد کرده بودم، ولی اینجا توی این باغ یه عالمه از این مرغای مگسخوار کنار هم بودن. یه نمونهش همینی که الان داریم میبینین. این دوتا میخواستن آب بخورن، یکیشون برای اون یکی مزاحمت ایجاد میکرد که خب خیلی بامزه بود. و بالاخره نوبت دیدن آبشارهای لاپاز رسید که بسیار زیبا بود و دیدنش رو به شما هم توصیه میکنم. دیگه کم کم به آخر تور رسیدیم و زمان برگشت به هتل بود. این فعالیت روز اول من بود و بعد آماده می شدم برای روز دوم و بازدید از آتشفشان آرنال. خب روز دوم و تور آتشفشان آرنال که تقریبا تو 150 کیلومتری و تو 3 ساعتی شهر سنخوزه بود. این تورگاید ما اسمش هارلم بود که بسیار آدم باسوادی بود و خیلی اطلاعات داشت و هر جا پرنده‌ای یا حیوان مخصوصی رو می‌دیدیم سر راه نگر می‌داشت تا همه مسافرها بتونن ازش بازدید بکنن. مثلا اینجا ما رو نگه داشت تا یه دونه فالکون ببینیم و خودش یه عکس گرفت، یا اینجا نگه داشت که ما بتونیم دوباره یه 2 تا اسلاتی که از شاخه درخت آویزون بودن رو بتونیم تماشا بکنیم. خب اینطور که من فهمیدم اسلات ها کم تحرک هستن چون کلا تغذیهشون از برگ درخت هست که اونم خب کالری به اون صورت نداره و چون بیشتر از درخت آویزون هستن توی عکسی که چند ثانیه دیگه میبینیم که بدنشون بیشتر از خزه پوشیده شده. 2 نوع اصلی دارن، 2 انگشتی و 3 انگشتی. 3 انگشتی ها اونایی هستن که چهرهشون یه جوریه که انگار دارن به شما لبخند میزنن. و در ادامه ویدیو یه نمونه 2 انگشتی رو هم خواهیم دید. بعد از صرف نهار رسیدیم به آتشفشان آرنال. ابتدای تور من فکر میکردم که ما قراره بریم و کوهنوردی بکنیم روی این آتشفشان، اما این اتفاق نیفتاد و عملاً ما توی نزدیک یک آب گرمی که در کنار آتشفشان بود ما رو بردن و اونجا شما میتونستید از آب گرم استفاده بکنید و یا از منظره آتشفشان هم در کنارش لذت ببرید. خب مجدد هر جایی که یه آرامشی هست و درختی نه حتما به پرنده ها و درختان نگاه بکنید. حتی داشتن دوربین دو چشمی هم میتونه بهتون کمک کنه.
بعد از این تراپی صدای پرندگان و این روز طولانی، وقت برگشت به هتل رسیده بود و آماده شدن برای روز بعدی. Se quedó el vaqueando, papá. Uy, que se enoja, dama, este caballo, man.